چطور تو این دنیا زندگی کنه. در عملیات کربلای 5 ما 4 برادر تو جنگ بودیم. رحیم، سلیم، سلمان، سلیمان. من فرمانده گردانشون بودم. آماده شدیم برای عملیات. سلیم دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران، سلمان دانشجوی پزشکی دانشگاه مشهد. بابای من خیلی به این سلیم و سلمان، مخصوصا به سلیم علاقه داشت. پدرم زنگ زد 4 نفر در یک عملیات برای من سنگینه، 2 تاتونو بفرستید، 2 تاتون بمونه. گفتم که فرماندهی بمون. سلیمان سابقه جنگی داره، بمونه. سلیم و سلمان رو بفرست بیاد. گفتم چشم. اومدم سلیم، بابا تو رو میخوام. بابام گفت به سلیم به شما پزشکی آینده به درد مملکت میخوری. سلیم چی گفت؟ گفت به بابا سلام برسون. بگو ما نمیخواهیم در آینده با زنده ماندنمون پزشک جسم مردم باشیم، میخواهیم با شهادتمون پزشک روح مردم باشیم. به بابا زنگ زدم، گفتم سلیم و سلمان نمیاد. بابا عصبانی شد، گفت امشب میری سلیم و سلمان را هر دوتاشو میکنی تو گونی میفرستم. برگشتم سلیم بابا چنین دستوری داده، بابا دستشو میبوسیم. سلیم و سلمان اومده گفتن داداش یک شب به ما مهلت. نصف شب دیدم سلیم تو عالم خواب داره گریه میکنه. بیدارش کردم، گفتم چی شده؟ گفت تو خواب دیدم که دست و پامو میبندی. داداش تو رو خدا به ما مهلت بده. سلیم بلند شد رفت. تا صبح سلیم نیومد. از دور دیدم سلیم رقصان میآید. گفت رفتم، آنچه که میخواستم خواستم، فهمیدم که داد. به خدا من شهید خواهم شد. کسی منو اردبیل نمیتونه بفرسته. شب دیدم سلمان نیست. سلمان کجاست؟ گفت نگرد خودش میاد. گویا اینها هر دو یک قبری کندن، شبا میرن اونجا. گفت سلمان فردا صبح میاد. سلمان هم رقصان آمد. گفت داداش به خدا اومدم شهید خواهم شد. من چه حالی دارم؟ تازه این برادران من پدرم میخواد. وقتی به پدرم گفتم اینا نمیاد، گریه کردم. رحیم اگر سلمانم نمیاد حداقل سلیمو بفرست، من نمیتونم بمونم. سلیم و سلمان نشستم وصیت‌نامه مشترک نوشتم. گفتن داداش به خدا ما هر دوتامون شهید میشیم. گردان آماده شده بریم عملیات. از نقطه رهایی حرکت کردیم. نزدیک شدم دیدم سلیم داره روزه علی اکبر میخونه. بچه ها گریه میکنن. بس عجیب وضعیتیه. وقتی بلند شد گمگمه شده رو برد. گفت آقای حضرت علی اکبر ما امشب به عشق شما میخواییم تشنه شهید شد. گمگمه شو خالی کرد. زدیم به خط دشمن شکست. ساعت 9 دیدم صدای سلمان از دیسی میاد. به من میگه داداش سلمان ضربان گردن میزنه. سلمان داداش به گوشم گفت داداش مشتلقم را بده، تو برادر شهید شدی، سلیم شهید شد. من جای دردی از ستون بگراتم گرم کردم. رسیدم بالا سر لبامو گذاشتم رو لبای سلیم. پشیمانم سنا طولش نداره. خداحافظی کردم. گفتم خدایا جواب بابای اینو من چطور میدم. من روی برگشتن دیگه ندارم. اومدم به سمت فشار. از دور دیدم یه نفر نیا جلو اینجا کار خطرناکه. رسیدم دیدم سلمانه. گفت داداش تو برگرد، من اینجا خیلی خرابه، ما از عهده دشمن برمیاییم، نگران نباش. گفتم سلمان اسلحه‌تو بردار، برو اون سنگر یک پشتیبانی آتش بده، من زیر حمایت آتش تو خودمو نزدیک کنم به دشمن با تیربار. چنان وحشتناک حمایت آتش به من داد. تا رسیدم خط مقدم یهو دیدم سنگر سلمان تیر مستقیم تانک دشمن سنگر سلمان را زد. برگشتم دویدم اومدم بالا سر سلمان. دیدم داره دست و پا میزنه. دیدید گنجشک بخوره تو ماشین بیافته چطور دست و پا میزنه. میخواستم مثل سلیم لباشو بگیرم ببوزم، دیدم لب پایی نداره سلمان. میخواست جانش در بیاد، در نمیومد. یه لحظه به صدا اومد، گفت داداش سلام ما را به امام برسان، بگو
امام ما تا آخر ایستاد. من میخوام به سلیم برسم، من میخوام به سلمان برسم. من از ما عقب بودم.